یک جوان 22 ساله ساکن نویه سینو به مقامات میلیسیا مراجعت کرده است که سانه 20 ایول تخمینه ساعت 11:00 در نزد طرفخانه اکسکلوزیو در محله دهه بالای شهر دوشنبه یک نفر ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده به یگان اساس او را لطوکوب کرده است و با کارد خوجگی یک مرتبه به قسمت ران پای چپش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله گفت با گمان دست داشتن در این حمله جوان 20 ساله ساکن ناحیه سینا دستگیر شده است. همچنین جوان 24 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان غارتگری بازداشت شده است. وزارت کارهای داخله گفت که او شب 13 به 14 ایول در کوچه نعمت قربایف در نزد بنای رقم 24 دراب یک به طور آشکارا از دست مرد 32 ساله ساکن پایتخت یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی X4 را کشیده گرفته از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 1500 سامانی را تشکیل می دهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 20 ایول در دو روز عید قربان در یک صدمه در حدود جماعت سلطان آباد نویه رودکی ماشین تویوتا کمری به کنار راه چپه شده راننده 22 ساله ساکن جماعت زینب آباد در راه به بیمارستان جان باخته است. در این صدمه همچنین سه مسافر این ماشین یک جوان 20 ساله از جماعت چارگلتپه و دو خواهر یکی 18 و دومی همگی 11 ساله از ناحیه بلخی جراحت برداشتند.